خیلی خیلی خوش اومدید. من عبدالله میفرستم یه ویدیو جدید. دوستان امروز یه سایت، امروز نه البته چند روزه، یه سایت اومده بهتون جیم رایگان که نمیشه گفت، ولی خب یعنی چالشه، حتما هم با فیلترش که باشه، گوشیم شارژ داره. حالا میایم اینجا بخش این دوم، حتما دارم تاکید میکنم حتما با فیلتر شکن بیاین. یکم نتم قویه. آره با فیلتر شکن بیاین که بعد داشتم تلگرام که این سایت براتون بالا بیاد. این سایت یه حالت چی رو بهتون بگم، هم میتونیم بگیم آره جیم رایگانه، هم میتونیم بگیم نه. خب اینا سایتش، اینا که بلدم. خب لاگین بکن دیگه برادر، نگو به خاطر نتم. فیلترم خوبه، انصافا فیلترم خوبه، فیلترم خوبه انصافا. آدم باش، فیلترم خوبه. خب بچه ها گیم با اون مشکل داره. به اصلا داداشم گارنا بیا 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 بیا. آها خب اومد، نکنین هنوزم ازش فکر کنم آره 30 روز مونده. اگه میخواین که چی رو بهتون بگم، اگه میخواین خودتون ببین جایزه‌اش اینجوریه، 3 دایموند میده، 20 دایموند چیه، اینکوباتور میده. دومین جایزش 25 تا جم، بعدیش 50 تا، بعدش 75 تا، روی هم 150 تا جم میده. خب میتونین هم این سمت نوشته جوین گروه، اینو میزنین یه گروه که کد میخواد، اینو میزنین بغلش گرفت. میتونین خودتون یه گروه و سرگروه بشین، یعنی گروه منه، سرگروهش من لیدرم. خب اینجا میتونم یه نفر جوین بدم، ولی اینجوری نیست، باید 100 جم بزنم. 100 جمو زدیم میتونین یه نفر جوین کنه. حالا ما فعلا انقدر پول داریم که لامصب 100 جم هم نمیتونیم بزنیم. خب 100 جمو زدین میتونین یه نفر عضو کنین، بعد همجوری میاد هر کدوم دلشون خواست میتونن 100 جم بزنن. بهتون پیشنهاد میکنم که رفیقای پولدارتون اد کنین. یه سایت دیگه هم هست دقیقاً نه اینجا میاین این رمضان، این پایینیش این بود درسته؟ نه فکر کنم یا نه آره همین. میاین این دومیه، این نه دومیه روش میزه. حالا صفحش بر من لود نمیشه. سب کنین تو پرشه، این با پرشه کم طول میکشه. نمیتونم خوشبختانه یا بدبختانه به خاطر ایرانی هستیم مجبوریم با فیلتر شکن بریم. گوشیم 7% تلگرام هم ما رو فیل میکنه. بچه چند تلگرام زدم، حتما عضو شین، لینکش داخل دیسکریپشن همیشه میذارم، داخل کل ویدیو میذارم. خلاصه ویدیومو حمایت کنین، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اینجا میزنه استارت یور، حالا ولی خب اینجا استارت رو میزنین. اینجا دقیقا مثل سایت قبلی میتونین هم لیدر باشین هم نباشین، یعنی میتونین هم برین داخل گروه برین که این همه اینا گروهایی که بازه. مثلا من میرم این اولنی جوین شد آره. اینم 10 تا بازیکن، حتی 10 تا بازیکن نیست که من بخوام از این گروه بک بدم، نمیشه. وای اشتباه کردم، بخوام بک بدم.
بک دادم الان نمیدونم. آره بک دادم. خب نمیشه بیام بیرون. خب نکنین دو تا گزینه داره، هم میتونین دقیقا مثل سایت قبل هم میتونین یه دونه بسازین، هم میتونین یه دونه چی کنین، هم یه دونه جوین شین. خب گروه های رندوم هم میذارن، حالا رندوم بعضی ها میذارن، من رندوم نمیخوام بذارم، میخوام یا رفیقای خودم اد میدم یا شما دوستان. کدو میذارم شما ببینه، حتما کدشو داخل دیسکریپشن هم میذارم، کدشو داخل کامنت ها میذارم. پین نمیتونم بکنم، نمیدونم بخاطر یه قانون یوتیوب نمیتونم پین کنم، وگرنه پین میکردم. این دوتا کدو، این کدا رو، این کدو داخل دیسکریپشن میذارم، همه جا میذارم. حالا خلاصه داخل وسط ویدیوم شاید دقیقا الان همین الان که داره لود میکنه وسط ادیت بیارم اینجا بذارم. این کدو کپی کنین، اگه دوستشین بیاین داخل گروه من، اگه دوست نشینم که هیچی، دمتون گرم، فقط حمایتم کنین. چرا نمیاد نمیدونم، مشکل داره سایت، نمیدونم سایت مشکل داره. یا سی یه دونه بالا پایین کنیم انصافا مشکل نشه باش. بی خدا وکیلی واسه ثبت ویدیو اومد. هی بچه خدا وکیلی حال کنیم. این چند وقتی نبودم نمیتونستم کلا ویدیو بگیرم، دلایلی داشت. من نمیخوام جوین شم داخل تیم، چیکار کنم؟ الان نمیشه من هیچ کاری کنم. آقا من نمیخوام برم تو هیچ گروهی، الان نمیشه رفت داخل هیچ، اصلا نمیشه از اینجا بیام بیرون، از این سایت بابا من از اون تیکه بیام بیرون نمیشه. بچه فشار نمیتونم بیام بیرون، نمیدونم چرا. خب صبر کنیم من برم با یه اکانت دیگه بیام، یه دقیقه. دوستان با یه اکانت دیگه اومدم، جایزه چی اینم از یه اکانت دیگه. این اکانت اصلی خودم، این روی اکانت وایت فینه، اون اکانت خودم نیست، اکانت یکی از دوستان آشنامه، چون خودم اکانت ندارم رو نکنه. الان این اکانت منه در است، اسمش T40 بوده. سایت بالا بیاد تو کل آموزش ها رو بدم، بین خدا وکیلی حال کنی. نمیگم اولین نفر ولی براتون میذارم اخبار خبری. ببین دوستان تا خبری میخوای میذارم براتون، خبری زیاد میذارم، خبرها بیان میذارم. خب اینجا رو ما میخوایم بزنیم لیدر شیم. این لیدر الان من لیدرم، لیدر زبدر 2، یعنی بیشتر از همین میتونه چی جمع کنم. نفر اولم گروه سعید با 17,000 تا. من میخوام مثلا یه نفر جوین، این کدو کپی میکنم برای شما داخل همه جا میذارم. این یه نفر، این 2 نفر، یکی دیگه هم کی بود، باسکی این مایتین. خب اینم از اینا. الان اینا میان داخل پاکت نامشون چک میکنن، درخواست قبول کردم میان داخل اینجا. من فکر کنم تا 5 نفر فقط میتونن از شما بچه ها بیاین داخل گروه من اگه دوست دارین. بعد طریق دریافت اینا اینجوریه که 25 تا کیل بزنین داخل رنکت، پلی 5 دست پلی بدین، دوره 50 تا کیل بزنین داخل رنکت، با فرندتون 15 بار رنکت بازی کنین، 70 تا کیل بزنین داخل کلش اسکواد یا هم سی اس، با فرندتون 15 دستم دوره چی بازی کنین. حالا اینجا
جایزش این دنسه که هنوز هیچی نداره تو ایران، نمیدونم والا. این یخم که خیلی خوشگله، واقعا ماشین این یخم با مکسون و نمیدونم یه چیز شبیه ماشین و این موه خیلی خفن و ریش، عاشق ریشم، خیلی خوشگله. مکسون و کیل باکس و مایتاب و تپانچه و اینا از خلاصه ویدیو. دوستان امیدوارم خوشتون اومده باشه، دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نرو، ایشالا ما رو حمایت کنین. کدش هم الان بالا سمت چپ یا راست صفحه میذارم، آره داخل دیسکریپشن هم میذارم، ببینین و اگه دوست داشتین داخل گروه من بیاین. تا ویدیوی بعدی، بدرود.